مریم داریم کجا میریم امروز؟ برو جلو. میریم به سمت ورلد ترید سنتر و وال استریت، ورلد ترید سنتر و بعدش بروکلین بریج. بعدشیم بریم به سمت بروکلین. خیلی جای زیباییه. معمری هم داره پیاده میره. امروز سوفار 5 کیلومتر راه رفتیم. دیروز 19-20 کیلومتر، روز قبلش 18 کیلومتر. روز قبلش عصری که رسیدیم 10 کیلومتر. به نظر میاد که در واحد روز بیشترین مقدار کاورج رو ما داشتیم اگر رکورد گیری شده باشه. برو جلو. مریم اینجا کجاست؟ داریم میرسیم به مرکز فاینانشال دیستریکت نیویورک. ما دیگه وارد وال استریت شدیم. در اول وال استریت. این ساختمون ورلد ترید سنتر آکلس، این WTC آکلس ساختمون این ورلد ترید سنتر. این میوزیم آف آرت، اونم مموریال بیلدینگه که بعد از 9/11 در واقع ساخته شده. اون جلو که این ساختمونه میگه پشتیه، اون جلو که مردم همه هستن، اونجا در واقع محل ساختمونای دوقلوی قدیمه و الان به جاش نورت پول و ساوت پول ساخته شده که الان میریم. این ساختمون هم تازه ساختن؟ نه، این میوزیم آرت قدیمیه و میریم الان به سمت اینو به جای در واقع اون دوتا ساختمون ساختن. این پشتیه ساختن و بعد جای اون دوتا پول، مموریال پول ساخته شده، نورت و ساوت، که الان داریم میریم به سمتش. سمت چپمون مجدد WTC آکلس. اونم ساختمون قدیمی تر وال استریت. کل اینجا منطقه فاینانشال دیستریکت نیویورک. اینجایی که خیلی الان میبینی شروع میشه، جمعیت عظیمی وایسادن. نورت پول، جایی که مردم همه ایستادن. کلا اون دوتا ساختمون توی اینجا این بوده، محوطه بوده که الان همش درختکاری شده. که الان اونجا ریموو کردن، دوتا مموریال براش ساختن، به جاش دوتا حوضچه ساختن. جمعیتی وایساده. در واقع جای اصلی همین دوتا بوده که این دوتا حوضچه ساخته شده
نورت پول و ساوت پول. من میگم اونم در عوضش ساختن. این نورت پوله. و این هم اسامی کسانی که توی این حمله کشته شدن و این هم نورت پوله، محل یکی از بیلدینگ ها. و این هم ساختمون World Trade Center. کجاییم؟ آکیلس. یه شاپینگ مالیه در واقع. اون دورش همه برنده. یه حالت مموریاله ولی در اون فانکشنش شاپینگ ماله. و مستادور فروشگاه هستن. اینجا هم اسکیت میکنن. مایم دوست داری بری اسکیت بکنی؟ من یه بار آیس اسکیتینگ رفتم. تو این اسکیته ولی خب فرقی نداره دیگه. یه بار نرفتم، چند بار رفتم و دفعه آخر که رفتم شپلق خوردم زمین که کلا حسود شدم. الان ما روی وارد پل بروکلین بریج این جمعیت رو نگاه بکنید چقدر جمعیت داره میره و اون انتها بروکلینه. جمعیتی محمد اینقدر شلوغ اصلا نمیشه. اینقدر شلوغه واقعا اصلا نمیشه سریع رفت، نمیشه برگشت. اون چه پلیه مریم؟ اون پل ویلیامزبرگه که دیروز روش بودیم. دقیقا No, I don't want to.
کجا داریم برمیگردیم؟ دوباره برمیگردیم به سمت وال استریت. رفتیم رو بروکلین بریج، به طور وحشتناکی شلوغ بود و میبینین الان داریم برمیگردیم به سمت شهر. برگشتیم به سمت فاینانشال دیستریکت، من جمله وال استریت و تمام ساختمونای مهم اطرافش و یه چرچ خیلی مهمی داشت اونجا. همه اونجا را رفتیم ولی متاسفانه شارژ موبایلمون تمام شده بود و هیچ فیلم و ویدیوهای دیگه ای از اون روز باقی نمونده، در حالی که ما بیشترین مسافت رو اونجا طی کردیم. و بعدم رفتیم بالا به سمت میدتاون و تو چلسی فود مارکت هم غذا خوردیم که اطراف چلسی فود مارکت هم خیلی کافه های قشنگ و جالبی داشت. برگشتیم به سمت درخت حیات و مریم کاپشن منو تنش کرده. کاپشن خیلی بهت میاد واقعا. روز آخر در شب آخر به هتل ما همون نزدیک چیز گرفتم، نزدیک همین ساختمون ایج. بارون هم میومد، ما عصرش داشتیم برمیگشتیم بعد ساعت تقریبا 2 حرکت کردیم به سمت ایرپورت، چون که خیلی جای برگشتن نداشتیم. تصمیم گرفتیم بریم داخل همین ساختمون ایج که یه سری شاپینگ مال داره اونجا، بارون رفتیم اونجا چرخیدیم. آره این ایجه. دوتا شلوار خریدیم از لباس اونجا. جونه میدونم. برگشتیم وسایلمون از هتل برداشتیم. ما صبحش هم رفتیم صبحونه خوردیم. اصلا از هتل برداشتیم و رفتیم فرودگاه و برگشتیم به سمت